هی همستر بازای ایرونی، حالتون چطوره؟ خب من با شما هستم با دومین مینی گیم بازی و پلتفرم همستر. یادتون باشه ما اولین چنلی هستیم که ویدیو آهسته شده و با توضیحات لازم و کافی این مینی گیم و بخش‌های مختلف همستر رو خدمتتون ارائه میدیم. بروزترین موارد رو و چالش‌هایی رو که در همستر توسط تیمش ارائه میشه رو ما سعی می‌کنیم در اولین فرصت خدمت شما ارائه بدیم. و اگر من امروز فرصت نکردم بازی همستر بخش کد مورسش و بخش تسک 5 میلیونیش رو ویدیو خدمتتون بسازم، از این بابت پوزش میخوام و حتما از فردا با ویدیوهای مربوط به تسک 5 میلیونی و کد مورس حتما با شما خواهم بود. تا انتهای ویدیو مثل ویدیو گذشته حتما با من همراه باشید، چون انتهای ویدیو نکات مهمی رو برای شما مطرح خواهم کرد. خب بدون هیچ حرف اضافه بریم سراغ ویدیوی دوم مربوط به دومین مینی گیم همستر رو با هم ببینیم. خب بچه ها، نکته مهم این که من شخصا حدس میزنم که این کلید ها بعداً در زمان تبدیل سکه ها و یا پرافیت هایی که شما در بازی به دست آوردین و در روند تبدیل اینها به توکن واقعی بعد از عرضه توکن همستر در صرافی ها، این کلید هایی که شما الان دارید میگیرید خیلی مهم باشه و تأثیر داشته باشه. پس سعی بکنید این ویدیو رو همونطوری که در ویدیو قبل عرض کردم حتما چند بار ببینید. وقتی حس کردید مسلط شدید به حل معما و توی ذهنتون مونده روش حل این مینی گیم، بعد اقدام بکنید به حلش که مجبور نشید 2 ساعت صبر بکنید تا دوباره برای بار دوم مینی گیم برای شما آزاد بشه. نکته مهم دیگه، حتما تلگرامتون رو آپدیت و بروز بکنید به آخرین نسخه که در روند اجرای کلیت بازی و به خصوص این بخش مینی گیم به سادگی و در سهولت این کار رو شما انجام بدید. تا ویدیو بعدی که نکات بروز و موارد بروزی رو از بازی همستر به شما عزیزان ارائه بکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.